سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. از اون جایی که توی تامنیل دیدید، امروز یه ویدیو داریم در مورد یه گیم پلی داریم و ویدیو اصلی درباره گره‌کشی سی پی. ما تو این ویدیو گره‌کشی 80 تا سی پی داریم و شرایطش هم آخر ویدیو گفتم. حتما ویدیو لایک کنید، چنل ساب کنید اگه ساب نکردید، یک کامنت هم برای حمایت من بذارید. شرایطش آخر ویدیو گذاشتم و یکی از چیزایی که شما رو، یعنی درصد اینکه شما برنده 80 تا سی پی بشید و کاملا واقعیه، جدی کلیک بیت نیست. میخوام یه دونه ایدی به کسایی که این ویدیو رو میبینن بدم، کسایی که منو حمایت میکنن و برای اینکه شانستون بره بالاتر برای گرفتن سی پی یه چیزی گذاشتم که همین الان میگم. شما اگر توی کامنت ها و همراه اینکه حالا اون شرایطی که گفتم رو انجام بدید و توی کامنت ها بنویسید که چند تا فلیک شات زدم، هیپ فایر کلا فلیک شات زدم، اگه تعدادشون درست باشه 4 تا شانس میگید. یعنی به جای یه دونه شانسی که اون جایی که من گل کشی میکنم هر کی یه دونه شانس داره، یعنی کسی که اون تعدادشو درست حدس بزنه 4 تا شانس میگیره. یعنی شانسش خیلی بیشتر از کسایی دیگه ای میشه. 4 بار اسمشو مینویسم، 4 تا برگه. خلاصه که حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید، چون آخر یعنی 1-2 دقیقه آخر شرایطشو گذاشتم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و امیدوارم به کسی برسه این سی پی که واقعا تا حالا نزده. یعنی برای من که فرقی نداره کی بگیره، ولی خدا کنه که کسی بگیره که تا حالا سی پی نزده و خیلی خوشحالش کنیم. فعلا بای. There. Keep it up. Taking the lead. Taking the lead. Friendly Shock RC is coming. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. خب
بریم برای شرایطش. شرایط قوری کشی اینجوریه که اونی که گفتم اصلا فلیک شات اینا رو اصلا اون جداست بحثش. و شرایط دیگه که باید داشته باشید چنل منو سابسکرایب کرده باشید، این ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید. تموم شد. تو کامنت ها یعنی تو کامنت ها هر کامنتی گذاشتید که از بین کسایی که کامنت گذاشتن قوری کشی میشه. اگر توی کامنت ها تعداد فلیک شات ها رو بنویسید، همون هیپ فایرهایی که زدم، اگه اونا رو بنویسید 4 برابر میشه. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه یک بار اسمتون نوشته بشه 4 نوشته میشه و شانستون خیلی بالاتر میره و امیدوارم که بیفته برای کسی که لایقش باشه. بعد قوری کشی هم توی ویدیوی بعدی انجام میدم. تا امروز نمیدونم چندمه، دوم یا سوم یا چهارم ایناست. من این قوری کشی رو 12 اسفند تا 12 اسفند وقت دارین اینا و بعد 12 اسفند دیگه هر کی کامنت بذاره متاسفانه دیگه قبول نیست و ما اونو دیگه تو قوری کشی قرار نمیدیم. امیدوارم که گفتم اولم امیدوارم که به کسی برسه که لایقش باشه و مثلا پلیر خوبی باشه و خدا کنه که واقعا سی پی نزده باشه. من که برام فرقی نداره. تا یه ویدیوی دیگه گودبای.